وقتی داری میرقصی این سه تا اشتباه رو انجام نده. مورد سوم خیلی خطرناکه. وقتی که داری پاپ میزنی عضو رو به نقطه برسون بعد پاپ بزن. یعنی چی؟ تو مسیر پاپ نزن. تو مسیر پاپ زدن برسون به نقطه بعد پاپ بزن. ببین موقع پاپ زدن باید عضلات خودت رو منقبض کنی. پاپینگ به معنی ترکیدنه. بعد سریعا باید شل بشه. بعد از یک پاپ زدن باید سریعا شل بشه. لگ پاپ، شما وقتی میخوای با پاهات پاپ بزنی خیلی باید حواست باشه که پاپ زدن با ماهیچه است، با عضله است. شما اصلا نباید مفصل رو درگیر کنی. نباید بذاری پا صاف بشه که این ضربه به مفصلت بخوره. اگر بذاری به مفصلت برسه باید رقص رو بذاری کنار.